درود. دارم وقتت اوقات به شادی باشه و ما از این وضعیتی که الان هست در جنوب میدونم درگیری های هست و خیلی از دوستانمون رو داریم دست میدیم. زودی نجات پیدا کنیم و آرامش دوباره برگرده به کشورمون و بتونیم اوقات شادتری رو بگذاریم. توی ادامه این خیابونایی که داریم میگردیم یکی از جاهای دیگه‌ای که تو منطقه پارلمان و پارلمان خیل یا تپه خود پارلمان میشه دید خیابون الگین هست. توی ویدیوهای قبلی ما خود خیابون ولینگتون، خیابون پارلمان رو با هم رفتیم و دیدیم و راجع به این ساختمون ها من توضیحی دادم. اگه ویدیوهای اول کانال رو برید نگاه کنید میتونید اطلاعاتش رو ببینید. امروز تصمیم داریم خیابون دیگه‌ای که اتصال داره به تپه پارلمان رو به اسم خیابون الگین با هم دیگه بریم ببینیم. اگر دقت کنید جایی که باشید الان تقاطع الگین و ولینگتون هستیم و این پارک مموریال هستش که من توی ویدیو اول رفتیم دیدیم، توضیحاتش هم بهتون دادم. راجع به این ساختمون هم که قبلا توضیح دادم، ساختمونی هستش، ساختمون اداری نخست وزیر کانادا هست که بیشتر مواقع از اینجا کار میکنه، مواقعی که در کانادا هست یا توی خود پارلمان نیست و توی آفیسش کار میکنه. ما خود خیابون الگین رو امروز به پایین میریم و جاهای دیدنیشو میتونیم ببینیم و من توضیحات خود خیابون رو میدم. خیابون جالبیه خیابون الگین، نظر به این که یک سرش به این منطقه کاملا اداریه و منطقه پایینش تصاویر و جاهای مختلفی داره. خیلی واسه دیدن اگر برای ویزیت اومدید، برای گشت و گذار اومدید به سمت اتاوا، جای دیدنی هست. خصوصا اگر شب‌ها بیایید حس و حال جالبی داره. خصوصا جاهای مختلفش اتفاقهای متفاوتی میفته توی خیابون الگین. اول از همه خیلی از تورهای خود اتاوا با جاهای اینجا هستن که میتونید ثبت نام کنید واسه تورهای مختلف، ساعتهای مختلف و شکل توری. یه سری تورهایی داره که اتوبوسایی هست که داخل رودخونه میرن، از همینجا سوارتون میکنن، وارد رودخونه میشن، میتونید داخل کانال رو برید بگردید یا رودخونه رو برید ببینید متناسب با تورتون که میبینید. یه سری اتوبوس هست و اتوبوس قایق هستش که میتونید بلیطاشو بگیرید و برید داخل کانال رو بگردید. سمت راستمون هم خیابون اسپارکس هست که اونم ویدیوش هست، اگه برید توضیحات و یه پیاده‌روی کوتاهی تو خیابون اسپارکس داشتیم و یه قبلی میتونید ببینید. سمت چپ ساختمون سنا هست، یه ساختمون قدیمی ایستگاه قطار اتاوا که تبدیل شده به ساختمون سنا و دست امارات و وار میوزیم که میتونید ببینید. توی سمت راست خیابون اسپارکس هم رستوران‌های جالبی هست اگه خواستید واسه غذا استفاده کنید. به خاطر تابستون حجم تورهایی که توی اتاوا داره میگرده خیلی زیاد هست. همین هم اگر تابستون میاد حواستون به این باشه که خیابون الگین و محدوده پارلمان منطقه شلوغی هستش. سمت چپ رو نگاه کنید یه ساختمونی هست با یه نمای بنفشی که نمیدونم توی دوربین چه رنگی دیده میشه که نمای متحرک یا تصویر LED هست که نشنال آرت سنتر، مرکز هنرهای کانادا است. یکی از بزرگترین مرکز اجراییه که سالن داخل اتاوا هست واسه اجراهای باله و اپرا و کنسرت های کلاسیکی که بیشتر برگزار میشه. پارکینگ خیلی بزرگی داره، نمای بوتونی و نمای شیشه‌ای تصویری داره که همیشه متحرک هستی که همیشه توش برنامه هست. الان فکر میکنم یه دونه باله چینی الان توش برگزار میشه و بلوز فست هم تازه تموم شده، پس احتمال داره که کنسرت های جدید و ارکستراها دوباره بیان. سمت راست اگه می‌بینید ساختمان‌های جدید شیشه‌ای هستن که ساختمان اداری تجاری هستن که تازه دارن ترمیم شدن. این ساختمان‌ها خالی بودن این چند وقتا، یکی دو سه ماه پیش، الان دارن دوباره پر میشن و مرکز اداری مختلفی هستن. مثلا توی خیابون الگین ساختمون شرکت‌های بزرگی که اسمشون شاید میرسه مثل شاپیفای، بل، EMC،
GNC چیزای شرکت‌های خدمات الکترونیکی و مالی خیلی زیادی اینجا آفیس داشتن. KPMG اینجاست، یکی دیگه از شرکتایی که خدمات مالی و اعتباری میده، دفتر اساسیش اینجاست. تقاطع آلبرت هم که روبروش میخوره به خیابون میجر مکنزی که از اون موقع که من یادم هست اینجا همیشه تعمیرات بوده. یکی از خیابونای قدیمی که میخوره به ریدو سنتر و مرکز تجمعات شاه، حالا شده راجر سنتر بعد که شاه بریم رفته، که اونجا هم یک روز با اون دیگه میریم نشون میدیم مرکز خرید ریدو که مرکز خرید اصلی اوتاوا هستش. نظر به سایز و اندازه اوتاوا زیاد مرکز خرید لوکس بزرگ توی اوتاوا نیست، شاید 4 تا یا 5 تا ماکسیموم، ولی این ریدو یکی از مشهورترینشه. سمت راست یه مرکز خریدی هست که تازه باز شده و جای ساختمان‌های جدید به حساب میاد که یه فودکورت خیلی خوب داره، یه آشپزخونه که سلف سرویس خیلی خوب و از آشپزخونه‌های مختلف و غذاهای مختلف توش دادن. فکر نمی‌کنم 9 سال یا 10 سالش هم باشه حتی این ساختمون از زمان ساخت و حتی تازه آکیپاید شده. فکر کنم تازه اومدن مغازه تشکیل شدن توش، یعنی تا 5 سال نمیشه. ولی مرکز خرید جالبی است که ساختمان بالای ساختمان تجاری هست. سمت چپمون پارک کانفدریشن هست که این هم یکی از پارک هاییه که همیشه توش جشن ها و ایونت ها و کنسرت ها یا مراسم بزرگ، مثلا فکر میکنم زمان بلوز فست 2 تا از استیج اینجا بود که همیشه برنامه هاشون توش هست. یک بار که برنامه باشه میرم تصویر واسهتون میگم. الان که بریم اتفاق خاصی نیست، فقط اینجا به خاطر مرکزیت شهر افرادی که توش پیدا میشن جالب نیست، با اینکه هوای الان یه خورده گرمه و نیستن ولی باز هم. سمت راستمون هم این هتل لورد الگین هست که یه هتل 60 سال قدمت داره که هتل‌های قدیمی شهر و ساختمان‌های قدیمیه که به عنوان یکی از گاورنر جنرال ها لورد الگین اسم گذاری شده. یکی از هتل‌های لوکس شهر حساب میشه. ساختمان طراحی قدیمی داره، با اینکه نمایش طرح تمیز نگه می‌دارن ولی میشه از معماریش تشخیص داد ساختمان قدیمی تری هست نسبت به بقیه شهر. جلوتر که میریم سمت چپ ساختمان شهرداری و دادگاه اونتاریو هستش. حالا من خود شهرداری نمیرم چون شهرداری خودش وقتی که مراسم توش هست یه برنامه‌ای هست خیلی جالب تره. یه بار که برنامه‌ای بود میریم قشنگ خود پارک شهرداری و داخل شهرداری نشونتون میدم. مراسمای خیلی فرهنگی رو تو خود ساختمان شهرداری میگیرن. اینم که ساختمان خود دولت اونتاریو توی اوتاوا هست، برنامه‌هایی که دارن. و این طرف هم کلیسای فرست بپتیست هست که اینم از قدیمی ترین کلیساهای اوتاوا هست. جالبش اینه با اینکه قدیمی هنوز توش مراسم برگزار میشه، یک شنبه ها و شلوغ هم هست نسبت به کلیساهایی که دیدم. جزو کلیساهایی که خیلی مراجعه کننده زیادی داره به نسبت به قدمت و محلی که داره که بیشتر دموگرافی منطقه جوون هستن. خیلی برای من جالب بود وقتی که یه شنبه اومدم اینجا بعد از ظهر شد حجم شلوغی رو دیدم. ساختمونه جدیدن که وسط این ساختمونه قدیمی، این ساختمونه KPMG و شکوفایی که بهتون گفتم و اکسنچر، اگه کسی که آیتی کار میکنن میشناسنشون. رستوران‌های قدیمی که هنوز ساختمان‌های قدیمی هستن و وسط این هم ساختمان‌های قدیمی ساختمان تازه ساز دولت اونتاریو که خیابون اون طرف خیابون درست کردن. اگه دقت کنید خیلی هم کار برده روشه ولی شکل و شمایل خود ساختمون با منطقه نسبت به قدمتش تفاوت میکنه، مدرن‌تر ساخته شده. ساختمون 60 اینجا من میدونم یه دونه ساختمون 60
یه آموزشگاه کولینری، آموزشگاه آشپزی توش داره که بعضی وقتا مسابقات برگزار میکنن واسه غذا و اینا. خیلی این موارد جالب هست. اون طرف هم که یکی دیگه از کلیساهای قدیمی شهره. جالبش اینه جلوش یه سری دوستانی با اسپیکر میان. اینجا اغلب اعتراضاتی که اتفاقایی که میفته توی شهر و اعتراضات اجتماعی رو اینجا زیاد میبینیم جلوی ساختمون دولت گاورمنت اونتاریو و این کلیسا خیلی سوابق اعتراضی زیادی داره. اتفاقای جالبی توش دیده شدن و نمای مانیمنت حقوق بشری که توی اتاوا ساخته شده جلوی ساختمون این کلیسا اولین نمایی هستش که ساخته شده. ساختمون هم که ساختمون میراث فرهنگی کانادا هست، پشتش کلیساست. جزو ساختمون‌های قدیمی اینجا هست. جالبی این خیابون این که ساختمون‌های قدیمی توش آروم آروم با ساختمون‌های مدرن جذب شدن. مثلا خود این خیابون لسکا رو اگه نگاه کنید جلوش و حتی این طرفش این بار قدیمی که هنوز با اون ساختار دهه 40 و 50 وجود دارن، در حالی که داخل خیابون جزو آپارتمان‌های گرون شهر هستن. دو سه تا ساختمون عقب که بعضیاشون قیمتش تا 4-5 میلیون دلار هم میره. این که کوچیک هم هست، مثلا آپارتمان هایی شاید 900 اسکوئر فیت تا ماکسیمم 1200 اسکوئر فیت قیمتش تا 2-3 میلیون میره. خود خیابون الگین از اینجا به بعد دیگه آروم آروم شروع میشه. بیشترش مرکز خوراکی هست و مرکز خریدهای غذاست. کسایی که غذاییان این خیابون خیلی خیابون لذت بخشه، پر از بار، رستوران، انواع و اقسام خوراکی های مختلف از کشورهای مختلف. مثلا ببینید کنار یه رامن فروشی یه دونه باره و کنارش دوباره یه هارویز. اون طرف یه دونه دویلبون که اصلیتش مال نو اسکوشاست. از خیابون بانک اومد این طرف. دوباره یه داینر قدیمی کوچیک اینجاست. کوچیک البته نیست ولی خب داینر مدل فیلم های قدیمی که دیدیم. اون طرف دوباره یه بار دیگه، کنارش یه پیتزا فروشی. این طرف از این فرانچایز های بزرگ اسم پیتزا و توی تنوع غذا این خیابون خیلی زیاد هست. میتونی خوراکی مختلف پیدا کنید و چیزهای عجیب غریب هم هست توی اگر سرچ کنید خوراکی ها رو. خوراکی های مختلفی توی این خیابون میشه پیدا کرد که حالا به تنوع کل شهر نیست ولی به نسبت اینجا خوراکی های جالبی میشه پیدا کرد. من فکر میکنم اینجا یه دونه نونوایی ژاپنی هم حتی داریم که چیزکیک ژاپنیز میده. حالا از جلوش هر چیز نشونتون میدم. یه کتاب فروشی قدیمی و میبینید که ساختمون های تازه ساز، حتی یه طبقه بانک کنار یه ساختمون سنجیان خیلی قدیمی اونجلیان. جالبیش تعداد و تعدد کلیساهایی که توی مرکز اتاوا قرار گرفته است. به اندازه‌ای که یادش تو کوچه پس کوچه های ما مسجد داشت، مرکز شهر اتاوا همانقدر کلیسا داره، متنوع و متعدد با فرقه‌های مختلف مسیحیت. حالا میتونید کلیساها رو پیدا کنید و خیلی جالب هم هست. با اینکه جمعیت جوونی داره این مرکز شهر، خیلی از این کلیساها هنوز شلوغ هستن. تنوع مراجعه کننده بهش هم کم نیست. یه دونه رستوران دیگه اورینتال که فکر میکنم کنارش یه دونه نونوایی، کنارش یه دونه شاورما جرمن.
غذای ویتنامی، اون طرف چایی که غذا. این آنکل تاتسو، این بیکری ژاپنی بودش که گفتم که خیلی هم مشهوره. یه دونه کورنر شاپ، یه دونه سوپرمارکت کوچیکه. جالبش اینه من از موقعی که یادم بود همیشه واسم معما بود اسم فروشگاه فارسی زده به اسم فروشگاه زستی و بار دوباره یه دونه اینجا. تنوع بارها و رستوران ها تو این خیابون خیلی زیاده ها، جالبه. و من همیشه یکی از لذت بخشترین خیابون ها بوده، خصوصا به ساعتی که میاد. الان ما نه که سر ظهر هست و بهتر راحت‌تر میتونم من فیلم بگیرم اومدم اینجا بریم، ولی اگر مراجعه کردید این خیابون وقتی هوا تاریک میشه تازه این خیابون جون میگیره. به خیابون و تمام بارها و رستوران هایی که بیرون سرو میکنن شلوغه، صندلی خالی تقریبا پیدا نمیکنی اگه هوا یکم خنک‌تر باشه. و حالا امروز ما تا خیابون خود سامرست میریم، پایین‌تر نمیریم، تا یه روز دیگه پایین‌تر سامرست رو بریم. ولی احساسی که به خیابون بهتون میده اگر با دقت نگاه کنید اونجا دور بزنید از پایین سامرست، یه حس خیلی جالبی میده. مثلا من میدونم یه ساختمونی اونجا هست که دقیقاً وقتی من از جلوش رد میشدم حس How I Met Your Mother بهم میداد، یا آشنایی با مادر که از طبقه بالا بود و میومدن میرفتن توی بار. دوتاشون بوده که بار خودشونو داشتن. این حس با این که میدونم بچهای کمان هم این چند وقت توی دکمه نباش داره بشه صحبت کردن که این اتفاق شدنی نیست. بخواستم بگم خب من به وضوح دیدم یه همچین ماجرایی که آدمایی که طبقه بالا زندگی میکنن و باری که توش میگردن و پاتوقشونه دقیقاً زیر خونه است و از بالا میان پایین. حتی فکر کنم یه بار داشتم از جلوی اون ساختمون رد میشدم، صحبت اینجوری شد که بریم بیار از بار پایین بگیریم، بیا گفت فوجه که بگیریم بیا بریم بشینیم. دقیقاً همه این اتفاقها اینجا توی خیابون دیدنی هست. حس هوای جوون‌هایی که توی این خیابون هستن، دوستانمونم در حال پرواز بودن داخل خیابون و جالبین اینجا در حال ترمیم این ساختمون قدیمی سنگی هستن، ولی فکر میکنم به خاطر ساختاری که اینجا داره و ساختمون هریتیج رو نگه دارن به همون شکل رو نگاه میکنن، چون دیوار سمت چپش رو بازسازی کردن کامل و مجددا بارها و رستوران هایی که میبینی دو طرف کافه لانجی که گذاشته و توی تنوع رستوران این خیابون فوق العاده است و خوراکی های مختلف. اگه دنبال خوراکی خاصی هستید واسه اومدید، نظر من یه نگاهی آپشن هاتون، گزینه هاتون توی این خیابون بندازید، خیلی گزینه‌های خوبی هست واسه این که بتونید سر بزنید و از غذا لذت ببرید. بعد جالبیش اینه مثلا ببینید که چیزی که گفتم، یکی از مدل ساختمون هایی که گفتم بالای ساختمون مسکونی هست و آپارتمان ها و طبقه پایین اگه نگاه کنید 4 تا بار هست. یکی 361 اگه نگاه کنید 2 تا در کوچیکی بار هست و مجددا اینجایی که به صورت بالکن بیرون چیدن دوباره 3 تا بار اینجا قرار داره. یه مکزیکن رستوران سمت راستش هست و سمت چپش یه بار اسپورت بار هست. از طرف این ور خیابون هم دوباره یه بار مینی بار کوچیک هست که ساعت سروش از ساعت 4 به بعده و از همون طرف این ور خیابون یه ساختمان اداری. در کنار همه اینها دوباره میبینید یه دونه بار دیگه اینجا و کل این خیابون ها یک کوچیک خصوصا خیابونای سمت چپ مسکونی هستن و اینقدر فاصله هشون این بار کم هست که کسی لازم نیست جا به جا بشه، کسی که اینجا زندگی کنه. با اینکه کیفیت خونه ها و حل زندگی خیلی بالا نیستش، ولی ساختمون ها قدیمی هستن و هم ساختار قدیمی ولی واسه دیدن جالب هستش. اگه اومدید سر بزنید منطقه خوبی هست واسه گشت گذار و دیدن. آرمان داریم میرسیم به انتهای خیابون الگین. خوشحال شدم از این که تو این ویدیو با من بودید و
اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کمک میکنه به ما که یه خود انگیزه بگیریم ویدیوهای بیشتری بگیریم. مجدد ببینید اینجا این منطقه خیلی منطقه جالبیه. کل دو طرف ساختمون اینجا مسکونی هست، یعنی یک دونه محل تجاری نیست تا اون سر و یکی از پرترافیک ترین منطقه های تو خیابون الگینه. دلیلش هم الان بهتون نشون میدم چرا. به خاطر اینکه یکی از پرترافیک ترین موزه های شهر که اغلب خصوصا تو سال تحصیل قلقله هستیم به رفت آمد دارم و جای پارک تقریبا تو این خیابون نیست. اگه نکنید این دو طرف به جای پارکی جز این یه تیکه کوچیک اینجا نیست تو این منطقه. در حتی کوچه پس کوچه هاش هم قلقله هست از لحاظ حجم ترافیک. به خاطر موزه نیچر، موزه تاریخ طبیعی اینجا همیشه شلوغ و خود موزه تاریخ طبیعی اونقدر پارکینگ نداره، پارکینگش خیلی بزرگ نیست. یعنی فضای مرکزی شهر خیلی همین دنبال جای پارک هست و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعد بدرود.